سلام و درود خدمت یکایی که شما عزیزان. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. بنده PLC تن هستم. اومدیم با اولین ویدیو مینی PLC سیمنس. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. اولین سوالی که ذهن هممون رو درگیر میکنه اینه که اصلا مینی PLC چیه و چرا ما سیمنس رو انتخاب کردیم. مینی PLC یا همون کنترل کننده منطقی برنامه‌پذیری کوچک. چرا میگم کوچک؟ چون برای کارهای کوچیک ساخته شده. PLC برای کارهای بزرگ ساخته شده، اما مینی PLC برای کارهای کوچیک ساخته شده. مینی PLC یک دستگاهی که میتونه زندگی شما رو متحول کنه. تصور کنید بتونید چراغ‌های خونه‌تون رو با یک کلیک روشن کنید یا سیستم آبیاری باغچه‌تون رو به صورت خودکار کنترل کنید. این تکنولوژی از دهه 1960 میلادی آغاز شده و رشد پیدا کرده. جالب بدونید اولین PLC که تولید شدن اندازه یک یخچال بودن، اما حالا ما میتونیم همه این امکانات رو توی یک دستگاه کوچیک داشته باشیم. لوگو به قدری کوچیکه که میتونیم اون رو تو جیب خودمون هم بذاریم. این طراحی آسون و جمع و جورش باعث میشه که نصب اون در تابلوهای برق بسیار آسون بشه. ورودی و خروجی دیجیتال و آنالوگ این دستگاه به شما اجازه میده که سنسورها و عملگرای خودتون رو به راحتی بهش متصل کنید. کاربردهای لوگو اصولا به دو دسته تقسیم میشن. دسته اول دسته خونگیه و دسته دوم دسته صنعتیه. در صنایع مختلف لوگو میتونه به عنوان یک کنترل کننده هوشمند عمل کنه. مثلا تصور کنید یه خط تولید دارید و میخواید هر مرحله از اون رو با دقت کنترل کنید. لوگو این امکان رو برای شما فراهم میکنه. اما کاربردهای لوگو تنها به صنعت محدود نمیشه. شما میتوانید از اون در خونه‌های خودتون هم استفاده کنید. به طور مثال میتونید تو سیستم آبیاری باغچه‌تون هم استفاده کنید و دیگه نیازی به نگرانی برای آبیاری گیاهان نباشید. خب دوستان، این ویدیو صرفا جهت آشنایی شما با مینی PLC سیمنس بوده. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. توی ویدیو بعدی قراره با هم دیگه سخت افزار این دستگاه رو با هم بررسی کنید. مرسی از اینکه تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشین. دوستان با لایکاتون به ما انرژی میدین. سوالی هم داشتین حتما تو کامنت ها ازمون بپرسین. خدا نگهدارتون.